میخواستم که امروز صحبت از یک قصه شروع کنم، اونم باشد از زندگی بنده. هنگامی که در مکتب میانه میخوندیم، حالا مکتب میانه را ختم نکرده بودیم و در این پایان پاش خوردن از بین رفتن حکومت شوروی بود و جمهوریایی که زیر شوروی قرار داشتن در سالها در آخر سالهای 80، یعنی که داشتن یک کمی آزادتر میگشتن، یک کمی مردم سالاری حس میشید، چون علاکه این خودشم درک از اون میداد که شوروی دارد به پایان میرسد. و در سال 1989 یک روز خانه ما، جایی که ما استقامت میکنیم، در اونجا یکی از عمکان، بگیم که برادر پدرم مهمان شد، از طرف اکثریت اونها در طرف پایتخت زندگی میکردن، مهمان شد و یادم هست نزدش رفتم، چیزی را از او پرسیدم، یک چیزی گفتم که 1 مینوت برام بده چیزی را. خوب در یادم نیست چی، لیکن این صحبت در یادم هست. گفتم که 1 مینوت چیزی را برام بده گفتم و گفت که زبان تاجیکی مقام دولتی گرفته است. 1 مینوت نه، باید که به 1 دقیقه. این خیلی گفته. بعد خب من دیگر با یک خنده و خیلی خوب دیگر گفتم 1 دقیقه بده برام، نچه که عادت نکرده بودیم به این، میدونی که همه جا نوشته جا خب دیگر صحبت ها همه روسی بودن و اون چیزا برام داد و خیلی نصیحت میکرد که خب زبان تاجیکی مقام دولتی گرفته است، شما آینده خب دیگر این کشور دیگر چیزها، خیلی نتیجه برام خواند و گفت که این را باید ما پاس بداریم، این چیز خیلی قیمت است برای مردمی تاجیکستان. این سال 1989 بود و اگر ما در دوام 30 سال در دوام 30 سال نگاه بکنیم، از اون روزی که زبان تاجیکی مقام دولتی گرفت تا این روزه ما تا کجا را رسیدیم. مثال یک اشتباهی که من داشتم، یک نفر مکتب خان خب ببینید مرا خواستن که اصلاح کنم و مطمئنم که نه تنها در اونجا بلکه در همه جا چنین شخصا پیدا میشید و چنین تعلیم و تربیه میدادن، هشدار میدادن که باید ما زبانمون را پاس بداریم. اما در گذشت 30 سال ما تا کجا رسیدیم؟ زبان تاجیکی را ما تا کجا تانستیم که به اون جای لازمی برسانیم؟ حالا که ما از حرف خودمان و حتی به اون حرف خودمان ما برنگشتیم. ببینید به اون حرفی که ما داشتیم در زیاد نه، تقریبا 70-80 سال قبل، یعنی که حرف ما دیگر بود. ما حرف فارسی داشتیم، بعدا ما را در سالهای آخر 20 ما را به لاتینی برگرداندن و در آخر 30 ما را به این خطی که امروز داریم. خب حتی ما با اون نگشتیم. حکمداران باشن چندین بار، حتی خود همین سال هم گفتن که ما لازم نداریم که به اون خط بر بگردیم، به خط یعنی خودمون. اینجا یک سوال مطرح می شود که پس برای چی این قدر ما لاف میزنیم، این قدر وطن دوستی میگیم، خب دیگر تاریخ میگیم، تمدن میگیم، برگشتن به چیزهای کهنه خودمون میگیم؟ پس برای چی ما در این قدر وقت نتونستیم که به خط خودمون برگردیم؟ حالا که من ضد دیگر خطا نیستم، اینا همش لازم است. امروز چه خط لاتینی چه خط کریلی باشه، هر اینا در منطقه ما خیلی مهم هستند، لیکن ما نتونستیم. بعضا نفرها در اینن که ما در حالت برگشتن به خودمون شاید که خیلی یعنی خفا مونیم از بعضا چیزها، لیکن ما میتونیم حتی همسایه کشور خودمون مثال بیاریم که در حالتی که الف باشون عوض کردن، خط خود عوض کردن، اونها از ما آیا امروز خفا موندن؟ البته که نه، البته که خفا نموندن. خب در اینجا از نگاه بنده یک اشتباه بزرگ بود که ما در همون ابتدا در حالت به دست آوردن استقلالیت به خط خودمون بر نگشتیم. اگر نه تا امروز فکر میکنم که خب دیگر جای خود چه میگرفت، این بهانه نمیشید، لیکن تا حاضر دارن میگن که ما نیاز به اون نداریم. پس برای من نفهمو است که ما کجا حرف میزنیم از گذشته خودمون، از تاریخ بای خودمون، از فرهنگ دیگر چیزا، و امروز جشن‌های زیاد هم داریم برای این.
خب و در سطح سخنرانی زبان تاجیکی ما تا کجا رسیده است؟ امروز ببینید ما یک تعداد پیدا میشوند عیب جویی میکنن از نفرهای آزادی خواه، چی در زبان خب تاجیکی شما باشه، روسی شما باشه، انگلیسی باشه، هر چیزی که باشه عیب جویی میکنن. من براتون یک چیز برسونم که امروز هر نفرهایی که چی مخالفن، آزادی خواهن، مبارزن، نمیدونم مدعی خان باشن، هر کسی که باشن، اینها از مکتب های همین سیستم امروزه بیرون شدن. یعنی که این هم حاصل همون مهنت های شما هست. یعنی تو کجا را مهنت کرده؟ با این خاطر اون قدر عیب بالای آزادی خواهان نمیشه که پیدا کرد. ببینید اینجا زیادتر نظر میکنن همه وقت به حکمتداران، به نفرهایی که در وظیفه‌های کلیدی هستند. یک بار ما مثال عادی میاریم، پیش نظر خود بیاریم که امروز کدام نفره که در وظیفه‌های کلیدی هستند، خب دیگر چهرهشون به مردم شناس است یا که ما را نمایندگی میکنن در جامعه جهانی، کدام از اونها به زبان تاجیکی خب حرف میزنن؟ یعنی بدون یک مشکلاتی، حداقل در یک جای معین، در یک جای خوب است. کدام از اون نفرها؟ من شک میکنم در این که اگر نفری را پیدا کرده بتونید. شاید در این باشد که بعضا نفرها گویند که اینها از زمان شوروی هستند، کادرهای زمان شوروی هستند، شاید تاجیکیشون هم قدر خوب است، اینها زبان روسیشون بهتر است. البته شما دیدین وزیرها، خود رئیس جمهور، خب رئیس جمهور هم میدونن که از بیشتر ما کلمه وای 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 میشنویم، از این دیگر چیزی نمیشنویم در سطح پس از فهمونش. و دیگر وزیرهاشون هم میدونین، حتی وزیر معارف و فرهنگ دیگر رو هم میدونین که در کدام درجه، یعنی که سخنرانی اونها از وزیر علاقه و اونها دیگر حرف زدن نیست، از وزیر کارهای داخلی باشه عموما حرفی نیست. شاید اینجا نفرهای باشه بگن که اونها کادرهای دوله سوئیس هستن، زبان روسیشون بهتر است، لیکن ما زبان روسی اونها رو هم شنویدیم. در مردم ما یک گپ هست، میگن که نه در ابر نه در قبر. اینها نه در ابرن نه در قبر، در یک میونه قرار دارن. نه زبان روسیشون خوب است نه زبان تاجیکیشون خوب است. یعنی که این است که ما امروز در دوام 30 سال به کجا رسیدیم. بالای این البته که دقت کنید. یک چیز دیگر براتون مثال میارم، این هم از زندگی بنده مثال میارم. یک نفر از زادروزش بود، زادروزش 2 روز پس گذراند و سببش گفت که خب به خاطر وقت درست نآمدن بعضی چیزها ما زادروز 2 روز بعد، یعنی زادروز من 2 روز بعد میگذرونم و ما در اون زادروز هم شرکت کردیم. راستی برام یک چیزی صنعی، یک چیزی خب به زبانی فهمتر فلشوی تافت، چون که واقعا زادروز این نفر نبود. خب یعنی که علاکه 2 روز گذشته بود، زادروزی 2 روز قبل بود، اینجا علاکه 2 روز گذشتگی بود. این یک چیز دیگر بگیم که همون تأثیر خود، زیبایی خود، همین چیزا یعنی که گم میکنه. منظورم چی است؟ منظورم این است که ما در 22 ایول 1989 یعنی که این در ما قانونی شد که زبان تاجیکی مقام دولتی بگیرد در سال 1989. ببینید 30 سال قبل اون هم باشد در 22 ایول، در 22 ایول. نه که بعد از 20 سال آمدن یک بهانه پیدا کردن، گفتن که ما بعضا چیزها را باید در زبان تاجیکی عوض کنیم. مثال حرف اوی دراز ای الک میگیم، دیگرها خب بجای ب بگیم، بجای ب با بگیم، ایران بگیم ایران بگیم. یک بحثا بالای این شد، اینها را در بین گذاشتن و با این بهانه یک چیز دیگر هم داخل کردن. گفتن همین روز زبان نامناسب است، یعنی 22 ایول نامناسب است. به مثال همون یکی زاد روز دارم میگه این روز خوشم نمیاد یا که وقتم نیست، یا 10 روز یا 20 روز پس میگذرونیمش. و فکر کردن گفتن که کجا بیاریم. این رئیس کمیته زبان در بیان گذاشت
و البته یک چند اکادمی دیگر پیدا کردن از پهلو نفتن. بله واقعا خب روزش مناسب نیست. بینین که بهانه چی است؟ بهانه ای است که باد هوا خیلی گرم است و نفرها نمیتونن که در این گرمی روزی زبان جشن بگیرن. بینین شاید این باشه که نفرهایی که در قدرت این خود دیگر در سری وظیفه در دوام این 20 سال شما خب دیگر نمیدونم پیر و فرسوده گشتین، این که دیگر زندگی است، این قانون طبیعت است دیگر. شما طاقت اون گرما و خب سرما را نداریم، به این خاطر عوضش کردین. نه اینم درست نمیاد. برای چی درست نمیاد؟ من بعدتر اینا حرف میزنم. برای چی عوض کردن؟ برای چی؟ برای که اینا چکار کنن؟ بازم ربط بتن بگذارن در زادروزی یک نفری که عموما ربط به این روز نداره و هیچ خدمتی نکرده است که زبان ما مقام دولتی بگیره. اون هم کیست؟ اون هم رئیس امروزه تاجیکستان، رئیس جمهور امامعلی رحمانوف شریپوویچ، نفری که این روز هم این روز تاریخی ما را دزدی کرد. دزدی اصل این است که مال مردمی را، تاریخ ما را دزدی کردن. اینها در برابر تمام ملکیت مردم را دزدی کردن، انشاءهای دولتی را تصرف کردن، خب تجارت مردم را گرفتن، خراب ساختن، مردم ناموس مردم در زمین زدن، مردم در بدر کردن. اینقدر مشکلات ها زیاد است. الان نمیخوام وقتونو در این بگیرم. ما اطراف اینا صحبت های زیاد داشتیم. اینقدر ظلم و ناعدالتی و اینقدر دزدی کردن، خراب کردن، به این هم قناعتمند نشدن. اینها امروز چنگ به تاریخ ما دارن بزنن. تاریخ ما را امروز میخوان که عوض کنن. تاریخ 100 ساله نه، تاریخ 50 سال قبل نه، تاریخی را که حال نفرهایی که ما و شما در قید حیات میدونیم که این کار دیروز بود. اگر ما بگیم که 100 سال 200 سال پیش میخوان که عوض کنن، اسکاجات کنن، خب میگیم باشه ما اونقدر خبری نداریم، شاید چنین باشه. لیکن اینها دارن تاریخی را عوض میکنن که ما و شما در قید حیاتیم اینا دیده بودیم. برای من خیلی یک دردناک بود که در برنامه صدای مردم یک نفر تماس گرفت و گفت که من دانشجو هستم، پشتیبانی یعنی کرد از سیستم امروزه، از رژیم امروزه. برادر سلمان به اون یک سوال داد، گفت که استقلالیت تاجیکستان را کی آورد؟ امضای کی در اونجا گذاشته بود؟ گفت که امامعلی رحمانوف. یعنی ببینید نفرها دانشجو هستند، تا این اندازه مفکوره اونو را عوض کردن، فکره اونو را عوض کردن که امروز حتی استقلالیت ما را ربط میتن به یک نفری که خب نمیدانیم اون وقت در ابر بود یا در قبر، از اون نام نشونی نبود. امروز هم همین گونه زبانی که این هیچ خدمتی در اون نکرده بود، هیچ یک واکنش نشونه، هیچ زحمت نکشیده بود، امروز این روز تاریخی ما را آوردن در زادروز این گذاشتن. یعنی که فردا 5 اکتبر ما و شما جشن داریم، ایدی زبان. من یک نفری هستم که این روزا قبول ندارم. 5 اکتبر این روز جشن ما نیست، این دروغ است. مثل اون زادروزی که گفتم این قدر نداره، هیچ روز تاریخی نیست، این هیچ روز تاریخی نیست. با کمال احترام بالای همه نفرهایی که زاده شدن در 5 اکتبر. گپ اینجا در اون روز نیست، گپ در شما نیست، گپ در این است که یک دزد، خائن، وطن فروش این روز تاریخی ما را آورد باز در زادروزی خودش گذاشت. و سببش ما گفتم که چی است. سببش در این است که گفتن که باد هوا خیلی گرم بود، دیگر نمیشه که در اون روز مردم اذیت کرد، مردم در میدان ها برآورد. بیاین ما شما نظر کنیم به گرمی سال، به تابستان ما به چی مصروف بودیم. دور نمیریم. این سال 30 سالگی که باید ما و شما در 22 ایول جشن میگرفتیم. یوبیله میگن 13 ساله، راونا 30 سال، راسو 30 سال شد. ما در اون تاریخ به چی مصروف بودیم؟ در اون باد هوای گرم که حکومت امروزه گویا که در فکری ما است، غمخوری ما است و نمیخواد که ما و شما در گرما و سرما برادر و خواهر و فرزندهای ما در اون باد هوا یعنی که اذیت بکشن.
اونا آوردن به این روزهای خب سرتر بهتر از اونا. ما چگونه اون روز گذراندیم و مصروف چی بودیم؟ در 22 ایولی 2019 یعنی سال روان، در 22 ایولی 2019 در منطقه بروخ تیرپرانی بود. در اون روز تیرپرانی بود. یکی از آموزگارها 52 ساله، خطا نکنم اگر همین بود اسمش، 52 ساله در اونجا وفات کرد از تیری خب همسایگان ما. ببینید در اون بود روز 22 ایولی، روزی که باید ما زبانمون روز جشن زبان قید می‌گرفتیم. یک تعداد هموطنان ما در مرز دیگر هیچ اعتماد نه به ارتش نه به حکومت خودشون برای دفاع پارچه زمین برآمدن و اونجا یک آموزگار به هلاکت رسید. این بود در روز 30 سالگی روزی زبان ما، روزی تاریخی. خود رحمانوف در چی مصروف بود؟ خود رحمانوف در اون روز یک تجارت دیگر داشت. تجارتش چی بود؟ شما میدونید که چون هر وقت عوض کردن وظیفه ها، یک نفر از اینجا آزاد کردن به دیگر جا گذاشتن، دیگر به دیگر جا، یعنی که باز منصب فروشی. این بود در روز 22 ایول. به این کار مصروف بود خب دیکتاتور رحمانوف. و مردم در چی مصروف بود؟ مردمی که فکر اونا را میکنن که نباید در این گرمی اذیت بکشن، خب دیگر باید راحت باشن، اینقدر غمخوری میکنه حکومتی بود. مردم مصروفی چی بود؟ منظورم فرزندای ما، برادرها و خواهرها و مادرها و همه بود. اونها در تمام منطقه همه در اون آفتابی سوزان مارشروف میگذاشتن. برای چی؟ برای که سلسله سفرهای رحمانوف بود و در بین منطقه ها مسابقه میگذاشت که کی خوبتر، بیشتر، بهتر مدعی خونی میکند و دیکتاتور رحمانوف پیشواز میگیره. کی چگونه برای شعر میخونه، گلدسته چگونه است، قالینی کی درازتر است، صدای کی بلندتر است، کی قد قامت زیبا دارد، دختری کی فسانتر است که باید پیش دیکتاتور رحمانوف در نمایش بگذاره. خب و کی رسم ها و دیگر نمیدونم. امروز با یک چیز دیگه موجود است که تقدیم کردن رسمی خانه اهل عائله رحمانوف، خب برادر، مادر، پدر، نمیدونم دیگه از هر جا فتوشاپ کرده میارن. یعنی کی کارها را بهتر میکنه. مردم ما باید مصروفی انا این کار در اون شب روز. یعنی چی؟ ما و شما را باز فریب دادن، گفتن که تابستان گرم است، مطابقت نمیکنه، نمیخواد مردم اذیت بکشه. ما را فریب کردن که در همین گرما و سرما، چی ماه ایون، ایول، اوگوست، در همش شما مردم، شما دانشجو، آموزگارا، همه نفرها در زیر آفتاب سوزان مارشروف می‌گذاشتن برای یک چند دقیقه که در پیش یک دیکتاتور، یک دزد، خائن، وطن فروش مدعی خونی کنید. این بود که شما را فریب کردن. وقتی که در یکی از کشورهای سابق شوروی یک نفر، یک هنرمند به سر قدرت آمد، گفتن که اون هجونیگار است. برای چی؟ در کشورمون نمیشه همین کار، پس بیا ما هم بکنیم یک هجونیگار خب انتخاب کنیم، نیم شوخی نیم جدی، چنین حرفا بود. ببینین فرق در چی است. حتی در امریکا، یعنی که میدونید که نقش باز اکتیور سر قدرت اومد، حتی در اکتیور منظورم رونالد ریگن است. خب وقتی که اونو میان دیگر اون صحنه را ترک میکنن، میان در صحنه سیاست، اون بازی هایی که در اونجا دارن نباید در این صحنه سیاست بکنن. خب چون یک حجم‌نگار است، یک هزل و شوخی دیگر چیز داره، نه اینجا دیگه جای جدی است. مردم هستی برای چی در اونوشی در اون نمیشه. اونو ببینین آمدن جدی کاری خود شروع کردن. نه که با مردم چی میگن؟ با مردم میگن که ما و شما 27 سال شد، 27 سال شد که ما را الکه یا حجم‌نگار داره با ما میمون بازی میکنه. 27 سال شد با شما صحنه بازی و مثل یک تئاتر لختکی، نمیدونم یک کلاون با شما داره بازی میکنه. یکی از بازی هایش که امروز آوردیم برای شما، گفتن که باد هوا گرم است، مطابقت نمیکنه، باید عوضش کنیم، گویا غمخوار شماست. لیکن چی؟ شما دیدن که کل 3 ماه تابستان با چی مصروف بدین؟ وقتی شما در چی میگذشت؟ اینا دیدین. اینها چی هن؟ اینها در مردم ما
یک چیز میگن که یا خودت گاوی یا مردم گاو خیال کرده است. من فکر نکنم که اینا چون گاون یا مردم گاو خیال کرده است. اینا یا بیارن یا بیمارن، از همین دیگر که هستن، یا بیارن یا بیمارن، دارن تا امروز با همین خیلی میمون بازی میکنن. خب یعنی که الکی ما و شما یک حجم‌نگار 27 سال است که داریم، یک بار برآمداش سخنرانیش ببینید، یک حجم‌نگار بیش نیست. من این الکی سال ابتدای 2000 بود که من در این دیگر با چشم خودم از نزدیک دیدم و در بین نفرها گفته بودم که اگر که این را همراه عبیدالله رجب در یک جا بگذاریم، من فکر میکنم این از عبیدالله رجب مهارت اکتوریش بلندتر است. این سخن من در بین دوستا و عزیزا سال 2000 ابتدا گفتم. خب خلاصه چی گفتنی هستم؟ گفتنی هستم که فردا اون روزی را که اینها جشن میگیرن، من بنده این را قبول ندارم و مطمئن هستم که نه تنها بنده، زیاد نفرها هستن که این را قبول ندارن. وظیفه ما و شما به نسل امروزه و آینده فهماندن است که این روز یک ساخته‌کاری است. این روز تاریخی ما نیست. روز تاریخی ما 22 ایول است. ما باید به اون روز زبان بر بگردونیم. یک روز انشالله که این رژیم از بین می رود، یک روز می رود، انشالله یک روز می رود و هر کسی که در اون روز در قید حیات هستین این چیزا فراموش نکنید که این روز بر بگردونید و 22 ایول بر روز خودش بر بگردونید. این چیز مهم است و خیلی مهم است. من امیدوار هستم که این را انشالله که ما و شما برمیگردونیم. تاریخ نباید دروغ نویسنده شود. تاریخ با تمام تلخیش، شیرینیش، درشتیش، خب هر چیزی که داشته باشه اون تاریخی ما است. چگونه یکی است باید ما قبولش کنیم، از اون چیزی را بآموزیم، برای آینده ما استفاده کنیم. من امیدوار هستم روزی میشه که ما و شما به روز تاریخی خود این روز زبان برمیگردونیم. سلامت باشید.